نخواد این زندگی بیموده شد. چرا جان عزیزم بی‌بقا شد و من مرگ است خیلی دهشت آور. کنم لعنت خودم را خود در این در خدایا ناخوشم من. علاجم چیست؟ خودکشم من. خودی مرگ آن چگونه؟ ناخوشم من. بود آیا حقیقت خودکشم من؟ بود آیا حقیقت؟ چرا خاموشی؟ ده جوابم. چرا خاموشی؟ ده جواب. خودی تو کیستی؟ پستکی پست. متهم شو که من هستم قویده است. به دنیا آمدی پاینده هستی، بمیرد جسمی تو خود زنده هستی. مگر بهتر نگردد حالی زارم؟ جواب خود است و انتظارم. شود بهتر اگر چون ما شوی تو شوی پیرو، اگر با ما روی تو. حیاتی خود چی سازده بود؟ بگویم راستش ما مرغی آزاد. شما هستید خوشبخت و خوش اقبال؟ تو باید بیگانه نمیشه بر ما بگو که تو خدا خوشبخت آیا؟ چنانه که ببینی من غریبم، دل افکارم، حزینم، مضطربم. بله من بدبخت، اما به هر حال به این قدرت ندانی بخت و اقبال. به زور و قدرت خود ای برادر، منم با ذات بی همتا برابر. اگر بودم خدا بر روی دنیا نآورم تو را انسان سراپا. بر رویش نظر افکنده با تو، به درگاهش کنیم اسیان. بر رویش با تفاخر میکنیم اعلان که ما هم بی زوالیم، که ما هم صاحب عقل و فراست، که ما زوریم، پرزوریم، ز عجز و ناتوانی ها نه. به مثل او نکویی و قباحت را نیامیزیم، به خود دنیای نو سازیم تنها از نکویی ها. چی دنیایی است این دنیا؟ همین را زندگی خوب گمان داریم، بدی را نیک.
جدکو یکی میروی معمایی را که چندین روز این جانب درونی جاگه هم خواب و خیالم به هنگامی که شادم یا ستیزم به وقتی شیشت و خیزم وجودم را تکان میداد و میسوزان همان را تو بیان کردی رهم را هم عیان کردی بله چون که خدا را گر به یاد دارم همانا من تنی تنها خود را حقیر و ناتوان کنم احساس ز دلتنگی و سوز بی‌علاجی تن و جانم از آن گرگانه آن دم میکشد الله چنین احوال خود را من نگفتم بر کسی هرگز که اینجا هر کسی با خود گرفتار ندارد هیچ کس پروای حالم پدر با مردمان باید بکرده است به انسان زندگی عادت بکرده است ندارد مادرم یارای تحلیل نسازد از خمیر خود جدا قیل به زیر کوه مهنت دادر من به شکر آواره باشد خواهر من به من اقلیم پروایی ندارد به جز طاعت دیگر راهی ندارد گلی را که چو دل نازک نچیدم دیگر را که بفهمد من دل ندیدم موافق تو زیب توده ما اگر آری ببجا فرموده ما بله آنجا روم که بیسو تو هست پناهی روح از بحرم چکو هست چه خوشی که به خستی شاه عالم مرا میکرد و هر دم موضوعم که آدم نیست هرگز با تو همدم هی مگر تو نیستی آن ملعون پرفن که از پای رهگم گشت مادر من به گفتی مردمان هستی سبب کی گفتی لغتو؟ این تهمت خوش عجب این آدمان که در همه کار کنند آنها گناه خود به ما بار اگر آدم ندارد شوق دل رد کجا از رزن دروغ پیکد همان روز از درختی باغ جنت که باشد میوهش خیلی بلذت نمودم مادرت از آن خبردار دلش گم زد آن نخل شکربار مدد کردم که میل و خواهشش است مددگاری مگر عیب و گناه است شما را او بسا خوار است ضعیف و عاجز و زارم بله من این را شنیده سیاسیان زار و جبر دیده اگر من می آفریدم شما را نبوده عاجز و بدخواسته دیده خدا تکنون بگو که من ظالمم یا همانی که شما را آفریده به مردم فرق نبود ای برادر با آنها هر دو هم باشد برابر از اول از آن میوه ممنوع بخورند سپس شسته گناه و خوش بخفتند از آن قصه تو خوب استی خبردار ولی حالا ندانی سر بسیار